حتی یردوکم عن دینکم. تلاششون برای مسخ شماست، شما رو باید از دینتون بکشن، یه دین دیگه ای به اصطلاح برای شما بذارن. زمین و زمانتون رو دزدیدن اما به این اکتفا ندارن. یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم عن بعد ایمانکم کافرین. اگر شما ای مؤمنان دنبال اینا را بیفتی، اینا به این کفایت نمیکنن، اینا شما رو باید دینتون رو عوض کنن. اتحاد جماهیر شوروی چیکار کرد توی این جمهوریات اسلامی؟ زبانشون رو عوض کرد، تلاش کرد برای اینکه اینا رو کمونیست بکنه. صفوی‌ها تو ایران چیکار کردن؟ تلاش کردن برای به اصطلاح تغییر هویت ملت ایران. تا به امروز هم این تلاش رو دارن. تا به امروز جوجه کمونیست های تاجیکستان میخوان تاجیکستان رو کمونیستش بکنن. یعنی ببین عقل خرفت قرنها پیش. این کارهای سیاست هایی که امروز در تاجیکستان میشه مال 100 و اندی سال پیشه. یعنی جامعه بشری 100 و اندی سال پیش رفته، این آدمای خرفت 100 و اندی سال پیش عقبند. یعنی مثل یک خر چلاق تازه دارن نشخوار میکنن اون چیزایی رو که رضا شاه و نمیدونم ظاهر شاه و اتاتورک اونا نشخوار میکردن. تمام شد، دنیا عوض شده. کجایی؟ یعنی اینها در همه چیز از بشریت و از دنیا و از همه عقبند. و امثال اینها هم توی غرب شما میبینید که همش چی هست؟ هدفشون صد عن سبیل الله، که مردم رو از راه خدا به در بکنن، مردم رو بیان. و شما میبینید که در تمام قرآن هر جایی که حرف از ستیز هست، حرف از نبرد هست، در اونجا آزادی ایمان، آزادی انسان مطرحه. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، با اونا بجنگید تا فتنه ای نباشه، تا کسی نیاد کسی دیگه رو مجبور کنه از دینش برگرده، تا کسی نیاد کسی دیگه رو مجبور کنه هویتش رو عوض کنه، تا انسانی نیاد انسانهای دیگر رو مسخ کنه. این قانون الله متعال است. خداوند متعال در انسانها این خصلت رو گذاشته. چرا؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. تا زمین و زمان به فساد کشیده نشه، تا زمین و زمان ویران نشه، تا این که زمین و زمان ویران نشه، انسانها درشون این قدرت رو خداوند متعال گذاشته تا به خاطر حفظ حرمتها و کرامت انسانی از خودشون دفاع کنند.